إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. برادران عزیز و خواهران گران قدر، ما و شما در وقت قرار داریم، وقت ظلم و جنایت، وقت ظلم و جنایتی که الله متعال در قرآن عظیم شان خبر داده که بنی اسرائیل و این یهودی ها اینا چی میکنن؟ لتفسدن فی الارض مرتين، اینا دو مرتبه در زمین فساد میکنن. در قسمت فساد از اینا که دو مرتبه هست، دو مرتبه را علما به اشکال مختلف تفسیر کردن و بعضی ها مثلا ایرا ظلمشان میگه که یکیش در وقت سابق بوده و یکیش در عصر حاضر میباشه، ولی به هر صورت ظلم مرتين از اینا تکرار میشه در تاریخ و این مرتبه ما و شما میبینیم که خطرناکترین، جنایتکارترین و بسیار با قساوت جنایتی که بنی اسرائیل، امی یهودی هایی که امروز صهیونستا هستند که اینا حتی بنی اسرائیل هم نیستن، بسیاری از اینا کسایی هستند که سیکولر هستند، بیدین هستند، لکن تحت پرچم یهودیت و تحت پرچم بنی اسرائیل و حکومتی که برای اسرائیل است اینا برخواستند و تمام فسادهایی که در روی زمین است اینا میکنن و خطرناکترین فساد از اینا قتل است و کشتار است و بمباردمان است و ظلم است بالای مردم مسکین و بیچاره فلسطین. طفلای فلسطین شما ببینید که به چی قساوت و سنگینی اینا بمباردمان میکنن و ما و شما میبینیم که اطفال بسیار خرد و ریزه، حتی طفلای نوزاد، حتی در بطن مادرهایشان اینا به شکل بسیار خطرناک توسط سلاح‌های بسیار خطرناک کیمیاوی و سلاح‌های بسیار خطرناکی که اینا ساختن بالای از اینا ظلم میشه. آیا یهودی‌ها تنها هستن؟ به امرای از اینا امریکایی‌ها هست، به امرای از اینا انگلیس هست، به امرای از اینا ناتو هست و به امرای از اینا دیگر دشمنای اسلام هستن که دست خود یکی کردن و ملت مظلوم و بیچاره فلسطین، زنای بیچاره فلسطین، اطفال بیچاره فلسطین، جوانا و نوجوانای بیچاره فلسطین، ریش سفیدا و مردای بیچاره فلسطین از یک طرف در بی‌غذایی، در گرسنگی اینا را احصار کردن، تحت احصار خود تعزیرات اقتصادی را سر آوردن، تعزیرات دوا را آوردن که بر از اینا دوا نیست، شفاخانه‌شان را بمبارد میکنن، منازلشان را بمبارد میکنن، خانه هایشان را بمبارد میکنن. هر طفلا را ببینید دل انسان تکه تکه میشه از دست ظلم از اینا. الله متعال اینا را، اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر، الله متعال یا الله اینا را مقسم مؤاخذه بکو به اخذ عزیز مقتدر. دوستای عزیز، جالب اینجا هست که اگر شما سیل کنین و ببینین که این ظلمی که این دشمنای اسلام بالای مسلمان ها میکنن و هر وقتی که صدای کس بلند شود صدای از اون خنثی میکنن و در تمام مناطق، حتی در ملل متحده که او خودش یک طاغوت است، اونا هم با پیروی از این طواغیت و جنایتکاران همیشه چی میکنن؟ نمیگذارن که مثلا ملت فلسطین از این ظلم ها خلاص شود و میگن باید اینا کاملا نابود شون، از بین برن، لکن الله متعال خودشان هلاک میکنه و بطلان اعتقادات از اینا و بطلان باورهای از اینا و ظلم از اینا چه قسم ثابت میشن که حتی یک عسکر امریکایی وقتی که میبینه که مملکتش، وقتی که میبینه یهودیا، وقتی که میبینه صهیونستا به این اندازه ظلم میکنه و حتی صدای از اونا را نمیشنوه، خودش میبینه که حالا من خدای لشکر امریکا هستم، مرا اونجا روان میکنن و از ما تقاضا میکنن که ما برم در ظلم و جنایت گرفتار شوم، دیگر را برای خود نمیبینه. شما ببینید که عسکر امریکایی خود در میتن، خود در مقابل سفارت اسرائیل در امریکا در میتن و تا بر از اینا بگوید که شما جنایتکار هستین، شما ظالم هستین، طرفدارای شما ظالم هست، کسایی که ما رو روان میکنه که در پالوی شما بخواهیم ملت مظلوم، زنها را، طفلا را
پیرها را بمباردمان بکنیم و اونا را بکشیم، سر از اونا غذا را قطع بکنیم، شما جنایتکار ظالم هستین. ببینین و شهد شاهد من اهله، این یک شاهدی از اهلشان که بالاخره وقتی که میبینه حتی دیگه کنترل خود کردن نمیتونه، میره خود در میده. الله متعال کسایی که طرفداری از یهود و نصارا میکنه، الله متعال کسایی را که از صهیونیستا دفاع میکنه، الله متعال از کسایی که بر زنا خوشحالی میکنه و اینا را تایید میکنه، الله متعال همه از اینا را اخذ عزیز مقتدر بکنه. یا الله اینا را مثل فرعون و هامان و شداد و نمرود و ابو جهل هلاک بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.